إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی رسال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان هستم و با قهرمان جدید. قهرمان این قسمت از برنامه قهرمانان عبدالرحمن الداخل هست. عبدالرحمن الداخل. عبدالرحمن الداخل یکی از فرزندان خاندان بنو امیه است. هشام ابن عبدالملک یکی از خلفای خانواده بنو امیه که از سال 105 تا 125 هجری خلیفه مسلمانان بود، یعنی 20 سال خلافت کرد، عمو و کاکای عبدالرحمن الداخل بود. خلافت بنو امیه در سال 132 هجری توسط عباسیان که بعداً خلافت عباسیه آغاز می شود سقوط داده شد. خلافت بنو امیه سقوط کرد. اینجا از سوی والیان بنو عباس، از سوی خلافت عباسیه در حق خانواده بنو امیه ظلم و تعدی صورت گرفت. متاسفانه. البته مناسب این بود که وقتی که خلافت بنو امیه به پایان رسیده بود و در آخرش ضعیف شده بود و ناتوان شده بود، بالاخره توسط بنو عباس سقوط داده شدن و شکست خوردن، اینجا می بایست خلافت عباسیه یا بنو عباس از افراد خانواده بنو امیه استفاده می کردن. اما متاسفانه چنین نکردن، بلکه به قتل و کشتن افراد خانواده بنو امیه آغاز کردند. زنان و اطفالشان را زنده میگذاشتند. مردان و جوانانی که فکر میکردند این در آینده شاید برای ما خطری ایجاد بکند، او را از بین میبردند و میکشتند. در این میان وقتی که این سلسله و این ظلم در بدایت خلافت عباسیه جریان داشت، قهرمان امروزی ما عبدالرحمن الداخل خواست از این جا فرار کند، به یک شکل خود را از چنگال عباسیان و والیان عباسی نجات دهد. او در منطقه فرات پناه برد، اونجا مخفی شد. چند مدت آنجا مخفی شد. خب بالاخره عساکر و پلیس بنو عباس دنبالش میکردن، هر جایی که میرفت دنبالش میکردن. یک روز خانواده خود را در آنجا گذاشت و با برادر نوجوان خود که میگویند برادرش تنها 13 سال نام داشت، ولید ابن معاویه، این عبدالرحمن و برادرش ولید فرار کردند. اینها فرار میکردن و دنبالشان هم پلیس و عساکر بنو عباس بود. پیش رویشان نهر آمد، اینها خود را داخل نهر انداختند و با آببازی خواستن خود را آن بر نهر برسانند. اینجا عساکر فریاد زدند که شما در امان هستید، برگردید، شما در امان هستید. برادر عبدالرحمن داخل ولید ابن معاویه برگشت. پس به سوی عساکر عباسی آمد و عبدالرحمن ابن معاویه یا عبدالرحمن داخل برنگشت و این نهر را عبور کرد. مانع شد که برادرش نیز بر نگردد، اما برادرش گفت آنها امان دادن، من برمیگردم. خب وقتی که اون برگشت متاسفانه او را در همان کنار نهر شهید کردند. عبدالرحمن داخل
از اینجا فرار میکند و میرود به قیروان. قیروان که در شمالی افریقا هست. در قیروان میرود. متاسفانه آنجا هم اوضاع خوب نیست. آنجا خوارج وجود دارند. خوارج لشکری هست که اصلشان شیعه بودن، از شیعیان علی بودن و در جنگ صفین از لشکری علی رضی الله عنه خوارج بیرون شدن که هم علی رضی الله عنه را کافر گفتن و هم معاویه رضی الله عنه و سایر لشکریانشان را تکفیر کردن و کافر گفتن، علیه اردو اعلان جهاد کردن. خب این خوارج بود. به هر حال یک گروهی از خوارج در قیروان بودن. این عبدالرحمن داخل وقتی که در آنجا رسید، در قیروان رسید، آنها دنبالش کردن. وقتی که عبدالرحمن داخل دید که والله از گیری عباسی‌ها خو تا حال خدا نجات ندادیم، اینجا در گیری خوارج زدم، اینها نیز میکشن، اینها نیز دشمنان خاندان بنو امیه هستن. از اینجا فرار میکنه، میره به برقه. در برقه تا 4 سال مخفی و روپوش میماند. وقتی که در برقه هست، اینجا سعی میکند که کسانی که از افراد خانواده بنو امیه زنده خود را در یک جای رساندن و پنهان کردن یا خواهان و دوستداران و هواداران خاندان بنو امیه هستند، با آنها پیام و مراسله میکنه، آنها را دعوت به یک همایش میکنه یا به یک حرکت جدید میکنه که به یک شکل شو از یک جای حرکت خود را جدیداً آغاز کنند. بعد از 4 سال اونجا نیز برش جا تنگ میشود و عساکر عباسی اونجا نیز میرسد. از آنجا فرار میکند، به افریقا میرود. از افریقا هم مجبور میشود، چون اونجا هم عبدالرحمن ابن حبیب الفهری که والی عباسی‌ها در آنجا بود، او دنبال میکنه و مجبور میشود از اونجا فرار کند به طرابلس که ماماها یا دایی‌هایش آنجا بودند، چون مادر عبدالرحمن داخل بربری بود و دایی‌هایش در آنجا بودند، نزد آنها پناه میبرد تا یک مدتی آنجا و سپس به مکناسه میرسه. البته در مکناسه قبیله زناتی بربری از او استقبال میکنند، چون این قبیله دوستداران و هواداران خاندان بنو امیه بودند. به هر حال از اینجا هم مجبور می شود که فرار بکند، چون عساکر عباسی هر جایی که میرفت دنبالش میکردن، به یک شکل او را بگیرن و از بین ببرن. او سپس بعد تاهرت میرسد. در تاهرت خاندان رستمی ها حکومت داشتند، امارت مستقلی بود، نزد آنها پناه میبرد. خب بعد از این از تاهرت با آنها یک عهد و پیمان میانشان صورت میگیرد، یک اتحاد صورت میگیرد، چون رستمی ها نیز مخالف عباسیان بودند. اینجا این قهرمان ما از تاهرت حرکت میکند و باید به اندلس خود را برساند. اما قبل از اینکه خودش به اندلس برود، غلامی داشت به نام بدر را میفرستد به اندلس تا در اندلس رفته اوضاع اندلس را بررسی کند که واقعا جای مناسبی برای رفتن هست یا خیر. بدر می رود در اندلس و کسانی که از افراد خانواده بنو امیه آنجا بودند و کسان دیگری که خواهان خاندان بنو امیه بودند، دوستداران خلافت بنو امیه بودند، با آنها می نشیند و بعد از جلسات آنها را آماده می کند که عبدالرحمن ابن معاویه از خاندان بنو امیه داره می آید به سوی اندلس. آنها گفتند اگر به اندلس عبدالرحمن ابن معاویه آمد، حتما ما در کنار او ایستاد میشیم و از او دفاع میکنیم. این قهرمان ما عبدالرحمن ابن معاویه یک روز به اندلس میرسد و از آنجا فعالیت خود را آغاز میکند و کسانی که قبلا هماهنگ شده بودند و در آنجا جمع شده بودند در اطرافش جمع میشوند و یک لشکر 3000 نفری در اطراف عبدالرحمن ابن معاویه یا عبدالرحمن الداخل جمع می شود. وقتی که به اندلس وارد می شود، خب این را عبدالرحمن الداخل چرا گفته می شوند؟ عبدالرحمن الداخل یعنی کسی که داخل شده است. عبدالرحمن الداخل این را به خاطر گفته می شود که میگویند از خاندان بنو امیه که امارت بنو امیه در اندلس را بعد از سقوط خلافت بنو امیه زنده کرد، اولین کسی که وارد اندلس شد و تأسیس امارت اموی را دوباره کرد
همین عبدالرحمن بود و به این خاطر این را داخل گفته می شود، چون اولین کسی بود که در آنجا داخل شد و امارت اموی را در اندلس دوباره بعد از سقوط خلافت بنو امیه تأسیس کرد. خب با این لشکر 3000 نفریش ظهور می کند و اعلان جنگ علیه والی عباسیان می کند که یوسف ابن عبدالرحمن فهری والی عباسیان در اندلس بود. قبل از اینکه با یوسف روبرو شود، اوضاع اندلس بعد از سقوط اموی ها چندان خوب نبود. یعنی یک حالت طائفه الملوکی را به خود، ملوک الطوایفی را به خود گرفته بود و هر کس خواهان امارت بود، هر کس میخواست که او والی باشد و قدرت به دست او باشد. بالاخره آنجا کشمکش های میان اطراف متعددی وجود داشت. اینجا وقتی که عبدالرحمن داخل فعالیت خود را آغاز می کند و حرکت خود را آغاز می کند، یکی بعد دیگری هر گروهی که پیش روی اینها می آمد آن را شکست می داد و در آخر نبرد با والی عباسیان که یوسف ابن عبدالرحمن فهری بود، در منطقه مصاره جنگ شدیدی میان این دو لشکر اسلامی، یکی عبدالرحمن الداخل و دیگر هم یوسف ابن عبدالرحمن فهری که والی عباسیان بود، جنگ شدید میان این دو لشکر اسلامی صورت گرفت و در آخر پیروزی نصیب عبدالرحمن داخل شد. با این پیروزی اندلس به دست عبدالرحمن داخل درآمد و عبدالرحمن داخل به قرطبه که مرکز و پایتخت اندلس بود داخل شد و مردم در قرطبه، مردم از اطراف و اکناف اندلس جمع شدن و به عبدالرحمن الداخل بیعت کردند به عنوان خلیفه. اما عبدالرحمن داخل می گفت که نخیر، من به عنوان خلیفه نی بلکه به عنوان امیر شما با من بیعت کنید. خب امارت اموی را در آنجا جدیداً بعد از سقوط خلافت اموی یا دولت اموی تأسیس کرد و آغاز شد از سال 138 هجری، یعنی 132 کلا سقوط کرده بود خلافتشان. در خلال 6 سال عبدالرحمن ابن معاویه یا عبدالرحمن داخل توانست که به یک شکل خود را به اندلس برساند و در آنجا جدیداً تأسیس امارت اموی را بکند. اینجا وقتی که والی عباسیان را شکست داد، میدانید که ابو جعفر منصور، یکی از خلفای معروف عباسیان، به عبدالرحمن داخل در حالی که حریفش بود، یعنی دشمن بود، او ولایت عباسیان در اندلس را عبدالرحمن داخل از بین برده بود، اما با اینکه دشمن بود نخواست که جایگاه او را نادیده بگیرد. ابو جعفر منصور می گفت یک روز از اطرافیانش پرسید که آیا می دانید که سقر قریش کی است؟ یعنی عقاب قریش کی است؟ گفتن خودت هستی؟ گفتن نه خیر، من نیستم. گفتن ابو العباس صفا بود؟ گفت نه خیر، او نیست. گفتن معاویه؟ گفتن نه خیر. گفتن هشام ابن عبدالملک؟ گفتن نه. سلیمان ابن عبدالملک؟ نه. تعداد از خلفا و امرا را نام گرفتن که از قریش بودن. گفت نه خیر، اینها نیستن. گفت پس کی است عقاب قریش؟ گفت عقاب قریش عبدالرحمن داخل است. بله، عبدالرحمن داخل عقاب قریش است، کسی که مثل یک عقاب از چنگال عباسیان از دمشق فرار میکنه، از افریقیا تمام این مشقات و مشکلات را زیر پا میگذاره، فرار میکنه، خود را نجات میده، در اندلس رفته تمام گروه ها و اطراف درگیر در اندلس را از پیش روی خود بر میداره، شکست میده، آیا هم در لشکر خود جمع میکنه و تأسیس امارت جدید را در اندلس در قلب اروپا میکنه. او عقاب قریش است. این عقاب قریش واقعا هم همان گونه که ابو جعفر منصور به او لقب عقاب قریش را داد، عبدالرحمن داخل عقاب قریش بود. با تأسیس
امارت اموی در اندلس یک امارت خیلی قوی و توانمند ساخت که سالیان سال در آنجا مسلمان ها بعد از تأسیس این امارت باقی ماندند. ورنه با این درگیری هایی که میان مسلمانان در بدایت قرن دوم هجری بعد از سقوط اموی ها رخ داده بود، گلم مسلمانان از اندلس بسیار بزودی جمع می شد و از اروپا کارشان تمام می شد. اما با تأسیس این امارت جدیدی که عبدالرحمن داخل تأسیس کرد، یک امارت قوی، یک امارت تنومند، توانمند، توانست که اسلام و مسلمانان را تا چند قرن دیگر در اندلس قوتمند و قوی نگه دارد. این از امتیازاتی است، از احسانات عبدالرحمن داخل یا این صقر یا این عقاب قریش است که امت اسلامی مرهون این ابرمرد و این قهرمان هستند. امارتش را وقتی که تأسیس میکنه کارهای عجیبی آنجا انجام داد، کارهای عظیمی انجام داد. از جمله کارهایی کرد، اولین توجه خود را به جانب نظامی یا عسکری مبذول کرد. میگویند که لشکر 100,000 نفری، تنها 100,000 نفر شهسوار داشت. این 100,000 نفر بر علاوه لشکر پیاده و بر علاوه پلیس هایی که برای نظم عامه هست، بر علاوه اینها بود. 100,000 لشکر، 100,000 شهسوار، تنها شهسوارانی بود که آماده کرده بود. و از سوی دیگر کارخانه های سلاحسازی ساخت در اندلس در آن وقت، که در آن کارخانه ها از نیزه و شمشیر گرفته تا منجنیق های بزرگ ساخته می شد، تا کشتی های جنگی در آن کارخانه ها ساخته می شد. و از سوی دیگر بندرگاه های عظیمی ساخت. امروز ما و شما نمیفهم برشلونه و فلان را با تیم های فوتبال میشناسیم، اما نام این شهرها را عبدالرحمن داخل یا عقاب قریش این را با میدانها، با بندرگاه های تجارتی و جنگی بزرگ نامگذاری کرده بود که مردم در آن وقت وقتی برشلونه میگفتن به یاد عبدالرحمن داخل میافتادن که در برشلونه چطور یک بندرگاه بزرگ تجارتی و در عین حال عسکری و نظامی ساخته بود. نظام های میزانیه دولت که می آمد، چیزی که بر دولت می آمد او را به 3 دسته تقسیم کرده بود. یک بخش بالای ارتش مصرف می شد، یک بخش بالای بقیه مصارف دولت و امورات دولت مصرف می شد و یک بخش دیگر را نگه می داشت برای روزهای بعدی که مبادا به سراغ حکومتش بیاید، به سراغ ملتش بیاید. البته اینجا تنها جانب نظامی نیست، بلکه جانب علمی و فرهنگی را نیز تقویه بخشید. فراموش نکرد در اطراف خود علما را جمع کرد، فقها را جمع کرد، برای نشر علم اسلامی کارهای عظیمی کرد که قرطبه یکی از مراکز بزرگ فرهنگ اسلامی و علم دینی شناخته می شد. از سوی دیگر مساجد بزرگ، تعمیرهای بزرگی می ساخت که قرنها بعد هم مردم با دیدن مسجد بزرگی که در قرطبه ساخته بود، بزرگترین مسجد دنیا را در قرطبه همین عبدالرحمن داخل یا عبدالرحمن ابن معاویه و یا عقاب قریش ساخته بود. از سوی دیگر اداره امر بالمعروف قوی ساخته بود که مانع هر نوع جنایات و جرائم در داخل این سرزمین اسلامی میشد. و از سوی دیگر دارالسکه ساخته بود، خودش پول چاپ میکرد و پول آن وقت را خودش میساخت. تمام اینها دلالت میکند که عبدالرحمن داخل همانگونی که ابو جعفر منصور او را عقاب قریش نامید، واقعا او عقاب قریش بود و یکی از قهرمانان تاریخ درخشان اسلام بود که اندلس را، سقوط مسلمانان در اندلس را، سقوط اسلام را در اندلس تا چند قرن به عقب برد. ورنه بعد از
سقوط خلافت امویه، کشمکش ها و درگیری هایی که میان اطراف مختلف در اندلس میان مسلمانان رخ داده بود و خانه جنگی که میانشان رخ داده بود، بسیار بزودی از بین می رفتن. اما عبدالرحمن داخل آمد و امارت اموی را جدیداً در اندلس تأسیس کرد و سقوط مسلمانان و از دست رفتن اندلس از دست مسلمانان را به چند قرن عقب برد و چند قرن به تأخیر انداخت و اندلس را یکی از بزرگترین مراکز علمی، فرهنگی، از هر نگاه شهر زیبا، دارای تعمیرات زیبا، پل‌های زیبا، یعنی از هر نگاه یک شهر زیبای ساخت، یک مرکز عظیم علمی، فرهنگی، تجارتی و نظامی ساخت که تا قرنها بعد مسلمانان در آنجا حکم روایی کردند. و این قهرمان ما هم در سال 172 هجری با مرض وفات میکنه و بعد از او فرزندش هشام جانشین او میشوه و این امارت اموی تا چند قرن در اندلس حکم روایی داشتن و حکم رانی داشتن. امیدوار هستم که از داستان عبدالرحمن داخل که چطور از مشکلات فرار کرده، از چنگال عباسیان، از چنگال خوارج فرار کرده، خود را به اندلس میرسانه و یک بار دیگر اندلس را، یک شهر اسلامی، یک حکومت اسلامی را در آنجا تأسیس میکنه. انشاءالله که مستفید شده باشید. تا برنامه بعد، تا قهرمان بعد، الله یارا مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس.